نگاه به ظاهر سختش نکنی ها. درست کردنش خیلی آسونه، نه فرم میخواد نه همزن. حتی توی ظرف چارگوش پلاستیکی که توی همه خونه هست میتونی درستش کنی. پس سیوش کن بریم که درستش کنیم. شیر اصلی، کره، خامه، عسل همه رو با هم ترکیب کنید. بذارید روی حرارت تا فقط کره باز بشه و روون بشه. حالا بیسکویت‌های پتیگور رو خوردشون کنید. کم کم مواد سس رو کنید تا حالت خمیری بگیره و گوله می‌کنید به هم بچسبه. کف و دیواری سینی 20% کاغذ روغنی بندازید. بیسکویت‌ها رو بریزید و حسابی فشرده‌اش کنید. کناره‌هاش هم با کاردک صاف کنید. برای لایه دوم احتیاج داریم به پودر نارگیل و پسته. از مواد سس کم بریزید تا وقتی فشار میدید به هم بچسبه. روی لایه قبلی بریزید و حسابی فشرده‌اش کنید. برای لایه سوم احتیاج دارید روی ظرف رشته شعریه با خردکن کامل نرمش کنید. داخل تابه بریزید و روی حرارت کم به مدت 5 دقیقه تفت بدید. مواد سس رو کم کم اضافه کنید تا خمیری شکل بشه و به هم بچسبه. روی لایه قبلی بریزید، حسابی فشرده‌اش کنید. 2 ساعت داخل فریزر استراحت بدید تا برشاتون تمیز در بیاد و بعد با یه چاقوی خیلی تیز برش بزنید. برای دریافت رسیپی فقط کلمه اسلایس شعریه رو زیر همین پست برام ارسال کن.